عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که ریاست این سازمان ایجادی روز 29 دکبر سال 2023 در جلسه‌اش 9 ادیب، 7 شاعر و 2 نویسنده را به عضویت اتفاق نویسندگان قبول کرده است. عطا میرخواجه نام‌های اعضای نو اتفاق نویسندگان را هم نشر کرده است. سینای ابوعلی شاعر، شهریار عالمی شاعر، بهمنیار سعید شاعر، ادیب حبیب شاعر، بزرگمیر حکیم شاعر، صدرالدین حسن‌زاده شاعر، نرگس مرادعلی نویسنده بچه ها، فیض‌الله عبدالعزیزوف نویسنده ازبک زبان، اسدالله اسماعیل زاده شاعر. در همین جلسه روز 29 دکبر ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان همچنین 2 اثر را برای دریافت جایزه دولتی به نام رودکی در سال 2024 پیشنهاد کردند. در بخش ادبیات قلمرو مهر، در بخش ادبیات کودکان و نورسان کفشیرگر، مجموعه قصه ها و حکایه ها و سفر حقدادوف رئیس اتحادیه های کینماتوگرافیستان تاجیکستان خبر داد که آنها به جایزه رودکی کارگردان ناصر سعیدوف برای فیلم راه پیشبری کردند. ناصر سعیدوف برای این فیلمش سزاوار جایزه نخستین جشنواره بین المللی فیلم های دوشنبه تاج سامان شده بود.